حبیب خدا میگوید پروردگار میفرماید که هر وقتایی که بنده را که من دوست دارم، شما تصور کنین وقتی که خدا بنده را دوست می‌دارد، هر وقتایی که بنده را که من دوست می‌دارم، یکی از ملائکه های مقرب درگاه خود که جبرائیل است او را فریاد میزنم و برای او خبر میدهم اینی احب فلانا. ای جبرائیل آگاه باش که من فلانی را دوست می‌دارم. پس تو هم وظیفت همین است که باید که این بنده را که من دوست می‌دارم تو نیز باید دوست داری. پس جبرائیل این انسان دوست می‌دارد. بعد از این جبرائیل در اهل آسمان که این روایت مسلم است، به اهل آسمان که این ملائکه ها هست فریاد میزند ای ملائکه هایی که عدد شما نامعلوم است، یقین دانین که پروردگار فلانی را دوست می‌دارد. وظیفه همه شما همین است که شما نیز این بنده را دوست دارید. پس اهل